سلام مردمی تاجیک، خوش آمدید به کانال پخت و پز های خانگی. مقصد کانال ما برای بانوان تاجیک از نازکی های پزندگی با راه آسان، کم خرج از نمود شیرینی ها، تارت ها، کلچه قند ها و خورش ها، طعام های ملی می باشد. و نزدیکی ماه مبارک شریفی رمضان داریم. ما تصمیم گرفتیم که در این ماه شریفی رمضان زنهای تاجیکی ما کدبانوی بهترین خاندان باشند. زنهای ما خود با هنرند، لیکن ما باز بی‌طرف نماندیم. در تاجیکستان همراه مادرم و توی معرکه های مردم با فرمایش آنها از هر گونه شیرینی و تارت و کلچه قندها تیار نمود و دسترخوان مردم را آباد میکردیم. حالا در مسافرت همراه عائله‌ام میباشم. با مصلحت شوهرم این کانال را گشادیم و خواستیم با واسطه این کانال از نازکی های پزندگی و زنهای تاجیک ویدیوهای با معنی کنیم. بار دیگر خوش آمدید به کانال ما. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. و در آخر گفتنیم خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.